در ادامه سفر کاری به ناحیه دنقره، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه کورس مرکز نوی سلامتی را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای مرکز دو آشیانه بوده از 14 حجره از جمله حجره های قبول، ایمونیزاسیا، طبابتی، داروگذرانی برای طبیبان عائلوی و تحلیلگاه عبارت می باشد. بنیاد این شات ماه فوریه سال روان آغاز گردیده در کارهای ساختمانی 20 ساکن محلی با کار تأمین شدند. بینای مرکز سلامتی در دهه کورس از جانب صاحبکاران همت بلند و سخاوت پیشه با مقصد حفظ سالمی جامعه و فراهم آوردن شرایط بهتر خدمت رسانی طبی به ساکنان ساخته شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات ساحه تندرستی ماه فوریه سال جاری آغاز گردیده مرکز سلامتی دهه کورس دوام 9 ماه بنیاد کرده شد. در بنیاد مرکز سلامتی دهه کورس پیش از همه ساختمانچیان و از حساب ساکنان محلی سرمایه‌گذاری نمودند. مرکز سلامتی که از جانب مردان برومند دیار ساخته شده است، همچون دستاورد ایدانه در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی برای ساکنان دهه ارزیابی کرده می شود. مرکز سلامتی با تجهیزات مختلف طبی مجهز می باشد و در انشاءات ساحه تندرستی همکنون متخصصان لیاقتمند به کار جلب گردیده با شرایط کاری خوب تامین کرده می شوند. خوشبختانه امروز با سهم صاحبکاری وطنی در دهه کورس بینای زیبایی با تمام شرایط‌های حاضر زمان بنیاد کرده شد. ما طبیبان ساحه تندرستی ناحیه دنقره به غمخواری پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی مینه‌داری خود را می‌رسانیم. باز هم سطح خدمت رسانی را بلند می‌برداریم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی بهای بلند داده متخصصان را به خدمت رسانی معاصر طبی به اهالی با استفاده از امکانیت‌های موجوده هدایت نمودند. انشاءات ساحه تندرستی تحفه ارزشمند به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان دهه کورس ناحیه دنقره نامیده شد.